بریم که درست کنیم. اومدیم بازم با یه آشپزی دیگه با اصلی خانوم و اصلی خانم. بچه حد بزنید چی میخوایم درست کنیم؟ یه چیزی که همه دخترها و پسرها و همه عاشقشن. یعنی محال کسی بدش بیاد از این چیزی که میخوایم درست کنیم. اول یه مواد اولیه‌اش رو بهتون بگم. آره. ببینم میتونید حدس بزنید چیه؟ آره تو کامنت ها بپرسید بهمون. مواد اولیه اینجا نشسته یه ذرت داریم، رنگ خوراکی داریم، چی داریم؟ فرمند. نوتلا نیست، فرمنده. نمک. نه این شکره که پودر شده. این آرد برنج پودرش کردیم. این خامه است. میوه‌جات. موضوع تو ترکی ما گرفتیم. حالا حد زدیم چیه؟ آره نمیگم. نه بگو الان. موچی. تو ویدیوهای بعدی میریم یه غذای دیگه درست میکنیم. ویدیو بعدی ویدیو بعدی هم دوباره یه غذای دیگه پیشنهاد برید تو کامنت ها که درست کنیم. اینم تو کامنت ها گفته بودن ها. اول چیکار میکنیم؟ یه گفتی نازلی. اول ما دستکش میپوشیم. اولین کاری که میکنیم بچه ما این طرز تهیه‌اش رو از تو گوگل سرچ کردیم، یعنی تا حالا درست نکردیم. خب یه آشپزی تو بکن. ها اول آرد برنج رو خب گوش کن بچه، گوش کن دختر. این آرد برنجه. آره شکر که پودرش کردیم و قاطیش میکنیم. قاطیش کن ولی فکر کنم خیلی زیاد باشه، خیلی شیرین میشه نه؟ آره بریز حالا نصفشو بریز، همشو نریزی یا نصفشو. اینجوری کن میریزه خودش. همشو ریختیم که دیگه چیزی نمون. یه چیزی من نفهمیدم حالا همش بزن. اینجا گفته آرد برنج و شکر که قاطی کردی نمک هم بزنید. چجوریه؟ نمک و شکر با هم دیگه. حالا میزنیم دیگه یکم نمک، کم هم نمک. خب